اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با حمد و ستایش به پایان الهی و با درود فراوان بر روان مطهر پیامبر بزرگ اسلام، دوستان عزیز، بینندگان گرامی برنامه علمی و معنوی اسرار معرفت، حضور همگان شما عرض سلام و احترام دارم. امیدوار هستم با خانواده های گرامی و معزز خود در صحت و عافیت کامل باشید. در سلسله نشرات برنامه علمی و معنوی اسرار معرفت، امروز مطالب داریم پیرامون نقش زعامت و رهبری معنوی در سعادت و خوشبختی انسان. امیدوار هستم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. از دیدگاه تعالیم الهی و ارشادات نبوی، مهمترین رکن و اثرگذارترین عامل رفاه، سعادت و خوشبختی انسان عبارت است از زعامت و رهبری سلیم معنوی. چون انسان اساساً خواهان یک زندگی مسالمت آمیز در یک فضای عدالت اجتماعی با یک روحیه اخوت و برادری، یک زندگی که در اوجا حیاتش و عزیزانش و آرزوهایش از طرف دیگران تهدید نباشه و بتونه که از نعمتهای طبیعت و دیگر نعمتهای الهی استفاده سلیم و مثبت و دلخواه خود داشته باشه. یک فضایی که در اوجا ارتباط سلیم معنوی با خدا و خالق خود داشته باشه و در رشد معنوی خود، یعنی به عمل و اقدام و آموزش و پرورش که نیاز داره، یعنی در اوجا برایش تهدید مانع نباشه. متاسفانه که این آرامش و این فضای اخوت و برادری، این حاکمیت عدالت اجتماعی معمولاً با واسطه خود انسان‌ها تهدید شده و برهم زده شده و ناشی از طرز تفکر و اندیشه و خواسته ها و خواهشات معنوی و دیگر انحرافات اخلاقی است. برای کنترل بعد معنوی انسان، برای سلامت بعد معنوی انسان، برای اعمار و تطهیر و تعمیر فکر و اندیشه انسان و برای ارتقای ارزش‌های اخلاقی، عوض انحراف و دیگر سجایای عالی انسانی، خداوند متعال این نیاز بشر را از ابتدای خلقت درک کرده و در هر برهه زمانی و در هر جغرافیای زمین به هر قوم و قبیله خداوند متعال جل جلاله انبیای که شخصیت‌های دعوتگران معنوی هستند که خود دارای همین سجایای عالی انسانی هستند، از یک طرف در بین بشر هستند و از طرف دیگر ارتباط بسیار عمیق و مستحکم معنوی با خالق و مربی همه این کائنات دارند. آنها با برنامه کامل انسانساز در رأس برنامه کاریشان بودند و بر علاوه همه تهدیدات و موانع و مشکلاتی که فرارایشان بوده، از هیچ تهدید یعنی رو نگشتاندن و تا حد نهایی حیاتشان در قسمت تشویق، ترغیب و عملی ساختن از این برنامه های خود کار گرفتند و نه تنها که دیگران را به این راه و روش دعوت کردند، بلکه خود اسوه حسنه کامل بودند برای رهروان این طریق. و بنابر این ضرورت خداوند متعال جل علا شانه این شخصیت ها را پیشتر عرض کردیم که یعنی مبعوث و ارسال کرده و بعد از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنان قبل از آن، چون انبیا در هر مقطع زمانی به شکل فیزیکی ممکن وجودشان ممکن نبوده باشه، اما دیگر شخصیت های معنویی که در نقش قدم همان
فرستادگان الهی و همان بزرگمردان الهی، یعنی اینا پا گذاشتن و همون شایستگی ها را به ارث بردن تا جای یعنی نسبی برای بشر مایه خوشبختی و سعادت شدند. بناهن یعنی این ضرورت و نیاز بشری را که پیشتر عرض کردیم خداوند متعال جل جلاله نادیده نگذاشته و در هر مقطع زمان شخصیت های معنوی را برای طهارت، اعمار و اصلاح فکر و اندیشه انسان مبعوث ساخته که آیه مبارکه 164 سوره آل عمران را حضور شما تقدیم میکنم که خداوند جل مهربانی میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. خداوند متعال جل جلاله منت میگذاره، احسان میکنه، چون این نیاز بشری را درک میکنه که سعادت و خوشبختیش در گرو بعد معنوی انسان ها است و اگر این بعد معنوی اصلاح و تطهیر و تعمیر نشود و این بیماری های معنوی انسان ها مهار نشود، این خواسته ها و غرایز فاسده انسان اصلاح نشود، چنان که یعنی میبینیم در جامعه بشری و صفحات تاریخ که انسان ها بیشتر و مهلکتر از همه دیگر درندگان بلای جان انسان های بالخصوص مظلوم و بیچاره شدند. پس مهربانی میکنه که خداوند بر مؤمنان منت نهاد، نعمت بزرگ بخشید هنگامی که میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد. آیات الهی یعنی همه این هستی، هر دو عالم یک فروغ روی اوست. این همه پدیده های هستی و وجود خود انسان همه پر از آیات الهی است، چون که در آیه مبارکه دیگه خداوند متعال میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی الانفس، یعنی زود است که ما بنماییم برای انسان ها آیات خود را در آفاق و در انفس تا به اساس از او حقیقت هستی را درک بکنند، حقیقت معرفت الهی را و یعنی فلسفه خلقت را و این آزمون را که انسان در او قرار داره یعنی حقیقت را درک بکنن. و بعد از این آیات الهی و یزکیهم، اینها را تزکیه میکنن، پاک میکنن. این بحث امو اعمار و امو تطهیر و امو سلامتی اندرونی انسان است، یعنی در رأس کار و برنامه انبیاء الهی و وارثین برحق انبیا برنامه انسان اصلاحی و طهارت و تزکیه معنوی انسان ها است. ای برادر، تو همان اندیشه ما بقی خود استخوان و ریشه، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو حیمه گلخنی. یعنی مؤثریت انسان در اجتماع مربوط است به چگونگی طرز تفکر و اندیشهش. اگر یعنی فکر و اندیشهش زیبا همچو گل و نیکو بود، مؤثریتش در اجتماع مفید و یعنی خوشی و سعادت بار است. و برعکس اگر زهراگین بود، اگر همچو خار بود، ولو در ظاهر هرچی آراسته باشه، ولو دکترا و ماستری داشته باشه، اما زمانی که امور به اختیارش میه همه کارها را به گونه به محور منافع شخصی خود میچرخانه که گویند عیان را چه حاجت است به بیان. جامعه امروزی ما یعنی در هر گوشه و کنار خود امثال بسیار برازنده از این مشکلات خود داره. پس یعنی سعادت انسان
محصول سلامت فکری و اندیشه ایش است، محصول کمال اخلاقیش است و محصول انسجام آرزوها و خواسته هایش است. و یگانه کسانی که به این فلسفه باورمند هستند و برای سلامت از این برنامه دارند و در درازنای تاریخ در این عرصه کار کردند، انبیای الهی و اولیای الهی هستند. و اگر شخصیت های دیگری در این عرصه بدون برنامه و بدون صلاحیت های معنوی و بدون شایستگی هایی که نیازی از این کار است یعنی اقدام بکنه، نه تنها که موفق نیستند بلکه یعنی مشکلات دیگری را بار میاره. مولانا یک شعر دیگری داره میگه که دست ناقص دست شیطان است و ریو. یعنی اگر صاحب صلاحیت معنوی و کامل نباشه، نه تنها مشکلات را بار یعنی رفع نمیکنه بلکه مشکلات عدیده را عوض آن میگذاره. در آیت دیگری را خداوند متعال جل علی شانه مهربانی میکنه که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. برای تأکید بیشتر این مسئله در آیه 24 سوره انفال خداوند جل مهربانی میکنه که ای مؤمنان، شما بپذیرین دعوت خدا و نبی را و انبیا را و شخصیت های الهی را. اینا به چی شما را دعوت میکنه؟ به طرز فکر، به اعمال، به گفتار، به جهان بینی که او به شما حیات میبخشه. او دید و او بصیرت و او درک شما را از پدیده های هستی و از حیات ارتقا میده. یعنی آیا فعلا ما حیات نیستیم؟ آیا این بینش و این تعریفی که ما از اشیا و مسائل داریم درست نیست؟ طبعا به اساس فرموده عارف بزرگ باز هم مولانا را نقل میکنیم که میگه که 5 حسی هست جز این 5 حس، کان چو زر سرخ و این حس ها چو مس. او دید و فراست معنوی جهان و پدیده هایش، تعریفش، اولویت هایش فرق میکنه. انسان هایی که به منظور به دست آوردن امکانات مادی و یک موقف اجتماعی دیگر انسان ها را به قتل و به بدبختی ها متوجه میکنه و چه مشکلاتی نیست که برای هم نوعان خود ایجاد نمیکنه. و قدرتمندان بزرگتری با هزاران توپ و تانگ و تفنگ و طیاره از این سر کره زمین به او سر کره زمین میتازند و چه مظالم نیست که بر انسانها روانه میداره. و حالان که خود را مدعیان تمدن و پیشرفت و سیویلیزیشن بشری هم میدانه، اما محصول کارشان یعنی جز چور و چپاول، جز قتل و غارت، جز تهدید دیگه ملت ها و دیگه جوامع بشری نیست. بناهن این حیات را یعنی حیات حقیقی و حیات طیبه گفته نمیتونیم. او حیاتی که از پذیرش راهنمایی ها و دعوت الهی و دعوت انبیا یعنی حاصل میشه، او حیات طیبه است که انسان خودش هم زندگی خوش و آرام و خوشبخت داره و دیگران هم از آزار و از اذیتش در امن هستند و نه تنها که در امن هستند بلکه خود مایه خیر و خوشی و فایده برای دیگران است. در آیه دیگه را برای منظور حضور شما پیشکش میکنم و در اینجا خداوند متعال یعنی امر میکنه به ما انسان ها در مجموع و بالخصوص بر مسلمان ها که ما از یعنی پذیرش و دعوت از این لبیک گفتن به دعوت از این شخصیت ها یک کار آپشنال نیست، یعنی یک کاری نیست که اگر ما خواستیم میکنیم و اگر نبود نیازی و یا جبری و یا ضرورتی نیست. اگر خواهان زندگی خوشبخت در جهان هستیم، اگر خواهان سلامت فکری و معنوی خود هستیم، اگر خواهان یعنی رضامندی و خوشنودی خالق متعال جل علی شانه که
یعنی زندگی معنوی و ابدی را بر انسان در یعنی انتظار داره. انسان هست، بناهن به دعوت انبیا و به دعوت یعنی خلفای انبیا باید لبیک گفت. یعنی یک امر حتمی است که خداوند متعال مهربانی میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. ای اهل ایمان، ای کسانی که شما به حقیقت پی بردین و به خداوند متعال و به انبیای الهی و به خلقت خود و به خلقت جهان معتقد شدید و باورمند شدید و درک کردید، پس برای پیشبرد از این برنامه و برای ارتقای معنویتان، برای نجات و فلاح و رستگاریتان چی باید بکنین؟ باید از دستورات و از ارشادات الهی را لبیک گفته و الهام بگیرین و او را بیاموزین و در کار و برنامه حیات خود تطبیق بکنین. و کار در اینجا یعنی تمام نشده. خداوند متعال باز رسول گرامی خود معرفی میکنه که و اطیعوا الرسول، و از پیامبری که ما به شما فرستادیم از توصیه ها، ارشادات و راهنمایی های از اونا باید پیروی بکنن و دعوتش لبیک بکنن. و باز همین را عرض بکنیم که چون پیشتر عرض کردیم که پیامبر به شکل فیزیکی در هر یعنی جغرافیا و در هر وقت و زمان ممکن نیست که موجود باشه. بنابراین پیشتر عرض کردیم که خلفای انبیای اعظم که پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم خود میفرماید که علمای امتی که انبیای بین اسرائیل، و یا میفرماید که العلماء ورثة الانبیا، یعنی علمای عامل امتم، علمای حقیقی که نه تنها امیر راه و روش و امیر برنامه را از لحاظ علمی وارد هستند، بلکه خود صاحب از امی سجایا و امی دولت معنوی هستند. اونها به اصطلاح عرفا میگه دست او در کارها دست خداست. چرا؟ به خاطر که میگه از خود مرده اند و پاک شدن زن، یعنی از او خاطر میگه که کلامش یا اثرات کلامش حق، یعنی رنگ پیام حق گرفته که آتشان در دودمان خود زده است. همو خودی و آرزوهای فاسد خدا پیشتر که آیت کریمه گفت که یزکیهم، تزکیه کردن، پاک کردن، بالاخره همی بزرگواری های خلافت الهی در وجود انسان نمایان میشه. در اینجا یعنی بحث به نبوت هم ختم نشده و اولو الامری که شخصیت های دیگری برازنده و شایسته ای که لیاقت از این را داشته باشه که خداوند جل جلاله امر بکنه که شما از او اطاعت بکنن. و هرگز خداوند متعال و شخصیت هایی که خائن هستند، خداوند جل میفرماید که ان الله لا يحب الخائنین، و لعنت میکنه به ظالما و لعنت میکنه به کاذبا. دیگه کسی که یعنی همون شایستگی های معنوی را نداشته باشه، هرگز خداوند جلو امر نمیکنه که شما از او اطاعت بکنه و درجه مهربانی میکنه. و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. پس این اولو الامر معنوی همان خلافت نبوی را و همان میراثدار نبوی است که دارای علمش و دارای تزکیهش و دارای همون شایستگی های معنوی و دارای صلاحیت معنوی. آسمان هاست در ولایت جان، در عالم معنا، در عالم روحانی نظم و انسجام و نتورکس به خصوصی موجود است. یعنی کسانی که دعوتگران حقیقی حق هستند، اونا شخصیت های عادی نیستند. مولانا مهربانی میکنه در حقشان، میگه هین که اسرافیل وقتا اولیا، مرده را زیشان حیات است و نما. یعنی چطور اسرافیل که به خاطر که بیشتر عرض کردیم که چون تقرب الهی را یافته‌اند
و بنابر ارشادات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستی از اونا، پای از اونا، شنیدن از اونا، گفتن از اونا ارتباط پیدا میکنه با تصرفات خاص الهی. بنابراین یعنی دعوت به لبیک از این شخصیت ها و پذیرفتن اوامر و راهنمایی هایشان نجات بخش و حیات بخش است. و چنان که در آیه کریمه قبلی خداوند متعال مهربانی میکنه که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که مو حیات طیبه و حیات معنوی را به انسان میده. در غیر از او یعنی تنهای حیات جسمی را خو بگوییم که یعنی همه زنده جان ها داره، اما چون انسان یک موجود دو بعدی است، در کنار سلامت جسمی که به طبیب و به دوا و به دکتر ضرورت داره، برای سلامت معنوی، برای حیات معنوی خود به امو دکتران و طبیبان الهی نیاز داره که تا با واسطه راهنمودهایشان، ولو گاهی هم یعنی چنان شود که مثل که دکتر عملیات و جراحی میکنه، ظاهرا برای ما شکست معلوم میشه، اما تسلیم میشه، میگیم که دکتر است، میفهمه. این چنین طبیبان معنوی و انبیای الهی و وارثین بر حقشان در پیشبرد امور، در راهنمایی ها گاهی چنان توصیه میکنه که ممکن به طیب خاطر ما نباشه. مولانا چیزی با میفرمایه، میگه که آن که بر طبع و بر خوی تو زیست، پیش نزد تو یعنی همان نبی است و ولیست. پس معیار معرفت و شناخت و تأیید از این کسا نباید خواسته ها و آرزوهای ناسالم و خام خود ما باشه. و با تأسف باید گفت که بزرگترین مشکل بشری عدم شناخت و عدم معرفت و عدم پذیرش و عدم پیروی از شخصیت ها است. و پیامبر صلی الله علیه و آله مهربانی میکنه که یعنی تا تو در بین از قوم باشی، قوم عذاب نمیشه، و تا اینها شما را تایید بکنن و به گونه یعنی در نقش قدم تو یا عده از اونا برن، پس وجود شخصیت های معنوی در جامعه رحمت الهی است. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بناهن شخصیت های معنوی نیز همچون یعنی مایه رحمت الهی هستند، چون مایه هدایت هستند، چون مرجع راهنمایی های نیک هستند. پیشتر عرض کردیم که انسان خواهان خوشبختی و سعادت است و سعادتشان در یک فضای صلح و سلام و عدالت اجتماعی، و او عدالت اجتماعی زمان بار میاره که اندیشه و تفکر اندرونی سالم و ثابت شده باشه، و این اعمار اندرونی و سلامت اندرونی ممکن نیست جز به پیشوایی و راهنمایی ها و به توصیه و تداوی این طبیبان الهی و این شخصیت های معنوی. دوستان عزیز و گرامی، میریم به یک وقفه کوتاه، بر مطالب بعدی هست انشاءالله خدمت شما هستیم، با ما باشین. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اسرار معرفت هدف زندگی، اسرار معرفت هدف قرآنی، اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. کله چې انسان له بهشت څخه د ځمکې خاورینې کرې ته راواره او سرګردانه شو، نو له ګڼ شمېر مادي، معنوي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او داسې نورو اړتیاو سره مخامخ شو و در جستجوی گمشده‌های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاص، اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و عروج به ملکوت اعلی را دریابد. له نیکمرغه د هغو ټولو څېړنو او پلټنو د لاسته راوړنو مجموعه د اسرار معرفت د ارزښتناکه خپرونې په منظمو ډیویډیګانو کې د پیژندل شوي لوړ متفکر او تکړه مبلغ استاد معتصم بالله مذهبي په عارفانه او له شور و زوږ نه ډکو ویناو او خبرو کې له پیل نه تر پایه پورې ترتیب او ځای په ځای شوي دي. گر ز سر معرفت آگه شوی، لفظ بگذاری و سوی معنا روی.
اگر می‌خواهیم به اصل خیش وصل شویم، اگر می‌خواهیم جواهر گم شده گران قیمت وجود خود را دریابیم، اگر می‌خواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیض شویم، لطفاً به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهره مند شوید. برای سفارش خود لطفاً با ما در امریکا با شماره تلفن 847 305 2806، در کانادا 416 305 4311 و در افغانستان با شماره تلفن 700 260 833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازلترین قیمت‌ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان اسرار معرفت صاحب اجر دارین شوید. اسرار معرفت، خوشبختی دو جهانی. با تقدیم سلام مجدد دوستای عزیز، در قسمت برنامه میپردازیم به مطلب از اثر ناب اسرار خلقت تا بارگاه عظمت جناب علامه فیضانی را که خود شخصیت دارای اندیشه های سازنده ناب و بکر معنوی که در رابطه به راهنمایی های اهل حق مهربانی میکنه. این زوات چه مقصد دارند و برای چی به این دردسرهای خوناشام زندگی خود را سپری می نمایند؟ قبلا خدمت شما عرض کردیم که یعنی خوشبختی و سعادت انسان در گرو معنویت انسان و جامعه است و انبیای الهی و شخصیت های معنوی که وارثین انبیای اعظم هستند، یعنی سلامت فکر و اندیشه بشری را در رأس کار و برنامه خود جا دادند و در مقابل یعنی در جهان بشری هر کس برای یک کار و تلاش خود یک هدف داره، یک دستاورد و یک بدیل را یعنی توقع داره. جناب علامه مهربانی میکنه که این شخصیت های پاکسرشت و یعنی دانشمند و از خوبان عصر خود هستند، اینا چرا به دردسرهای خوناشام یعنی تن میتن؟ میگن آره، به این نیکان پاکسرشت خدای عظیم نورانیت اضافتر از اثر تثبیت جهت عنایت فرموده. پیشتر عرض کردیم که آتشان در دودمان خود زدن، نظر به مو تقرب الهی و ارتقای معنویتشان چنان جذب حضرت حق شدن، چنان معنویتشان تکامل و کمال یافتن که یعنی به خاطر شکرانی از او و به خاطر خوشنودی حضرت ذوالجلال و الاکرام اینها یعنی خود را اکتر فیلم زندگی خود میبینند و کرام الکاتبین که با آیات کریمه وجودشان ثابت است که از همه اقوال و افعال و یعنی نیات نیک ما حتی عکاسی و فیلم برداری میکنه، اونا را هم به عینی میبینه و در مقابل یعنی بشریت هم میبینه که چه نوع در دامها و در بندهای شیطانی و نفسانی بند هستند و به چی بدبختی ها سرکار هستند و چرا هم نوعان خود را یعنی به درد و رنج و مشکلات و حتی به انحرافات معنوی اخلاقی و عقیدوی میکشانند. این همه مشکلات میبینن و حتی تهدیداتی که از طرف از اونا به اینا متوجه هستند، اما این همه مشکلات نادیده میگیرن و به منظور خوشنودی خداوند متعال جل علی شانه و به منظور نجات خود بشریت. یعنی اینا نه تنها که به خاطر خوشنودی خداوند متعال، اما به اساس امو بزرگواری معنویشان چنان دلسوز هستند که اینها اگر در مقابل با اونها جفا میکنن و با آنها ظلم و تعدی میکنن، در مقابل آنها چون وارثین پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند
حضرت پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم زمانی که در طایف میره و مورد یعنی سنگ و ضرب و شتم یعنی اعدا قرار میگیره، اینها از اوج میبرن و حضرت جنابشان دعا میکنه به پروردگار عالم که خدایا این قوم جاهل هستند، مردم من نمیدانند و اینا را یعنی عذاب نکنی، تا چون میبینه که یعنی در مقابل و دعوت بر حقشان و او شخصیت نازنینشان ممکن خداوند متعال جل علا شانه اینا را مجازات بکنه و طبیعی است. یعنی اگر ما انسان ها هم به کسی یک نعمت و یک احسان بزرگ را میکنیم و اونا در مقابل ناسپاسی بکنه و حتی با ما بدی بکنه، طبعا یعنی شایسته تنبیه هستند. و وجود مبارک انبیا و اولیاء الهی و شخصیت های معنوی که نجات بخش انسان هم در این جهان هستند و هم حیات ابدیش تضمین میکنه، رحمت و نعمت بزرگ الهی است. عطیه یعنی بزرگترین عطیه الهی شخصیت های معنوی هستند. پس جناب علامه صاحب مهربانی میکنه که اینا شب و روز کوشان هستند که به چه ترتیب هر چه زودتر ایشان را به شاهراه سلامت هر دو جهان به یاری خداوند جل جلاله بکشند و از این بدبختی ها و جهالت برهانند و به زندگی سراپا صلح و سلامت متکی بر عدالت و صفایت با یک عالم فرحت به هر دو جهان برسانند. میکوشند و میجوشند و تکالیف این بیرحمان و پیروان شیاطین و ظالمان را دیده و دانسته نادیده انگاشته و در مساعی خودها دمی کوتاهی نمی کنند. به خاطر دارم که یعنی اعضای خانواده ما با جناب علامه صاحب در زندان بودن. منیجمنت زندان به جنابشان میگفتن که همه مردم در زندان آرام هستند و از کار و فعالیت دست کشیدن و یگانه کسی که در اینجا یعنی آرام نیست و کار و فعالیت میکنه و به مو برنامه‌ای که قبل بیرون از زندان داشت اینجا هم دوام میته، یعنی شما هستین. و تهدیدش میکرد و نا فکر میکرد که در این چهار دیوالی زندان و در این جبر و ظلم و شتم اینا باید یعنی از امو کار و فعالیت خود، از اون دعوت خود باید دست بکشن و بردارن. اما اونها یعنی خبر نبودن که چی کیفیت، چی مستی، چی شور، چی عشق، چی عظمتی اندرونی در بنده های خدا جل علا شانه پیدا میشه. این که خداوند متعال میفرماید که بنده نزدیکی میکنه به ما به عبادات و به نیکویی ها و به کارهای خیریه. یک تعبیر عبادت گاهی یعنی یک کم نامکمل صورت گرفته که ما فکر میکنیم یعنی صرف فرایض و سنن عبادی را به جا آوردن که ما نماز میخوانیم یا مثلا ذکر و وظیفه و اوراد الهی را میگیم یا میخوانیم، این باسی بعد عبادت است. یعنی بندگی در نهایت یا عبادت تسلیمی مطلق به راهنمایی ها و به خواسته های الهی است. ای که خواست الهی، رضای الهی در هر بعد زندگی، یعنی با مردم چه نوع رویه کنی، با بیچاره ها، با حیوانات، با فکر چطور باشه، اندیشه چطور باشه، یعنی با کمال انسانی در حقیقت بندگی درست است. خداوند متعال نیاز به انسان نداره که از ما چیزی بخواه. مولانا مهربانی میکنه که من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. یعنی در مسیر ما را سوق میته دین و راهنمایی های الهی که در اوجا کمال در انتظار ماست، در اوجا خوشبختی و سعادت ابدی و جهانی در انتظار ماست. در اوجا ای انسان یک موجود ملکوتی صفت میشه. من ملک بودم و فردوسی برین جایم بود. گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پست. در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دان ای عزیز.
در دل مؤمن بگنجم ای عجب، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا جویی در آن دلها طلب. یعنی قلب مؤمن میگن که عرش رحمان میشه و یعنی چی اوصاف نیکو و چی مثال های زیبایی برای قلب مؤمنین و صالحین و خاصان حق نیست که گفته نشده. بناهن در قسمت های اخیر برنامه هستیم دوستان عزیز. پیام مایی است که گفته حافظ شیرازی 1000 نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. بحث معنویت، بحث شخصیت های معنوی، جهان روحی بسیار عظمت، بسیار جزئیات و بسیار کمالات داره که ما با توانمندی کم و محدود خود یعنی یک شمه از او امیدوار هستم که یادآوری کرده باشیم. مولانا در حق شخصیت های معنوی مهربانی میکنه، میگه که گر بگویم تا قیامت نعت او، هیچ او را مقطع و غایت مجو. مشکل انسانی است که هر چی را به زعم خود یعنی حدس میزنه. جمله عالم زین سبب گمراه شدن، کم کسی زبدال حق آگاه شدن. همسری با انبیا برداشتن و اولیا را همچه خود پنداشتن. یعنی معنویت مردمه، اما شخصیت های معنوی را درک نکردن اکثرا، و بزرگواریشانه و دلسوزی و مهربانیشانه و حتی اعظمی کمالات معنوی خود ناآگاه هستند. بناهن اگر ما خواهان و آرزومند کمال معنوی خود هستیم، اگر آرزومند یک حیات خوشبخت و سعادتمند جهانی و اخروی خود هستیم، این ممکن نیست الا به طهارت و سلامت و احیای معنویت خود. و این سلامت و این احیا و سلامت معنوی خود ممکن نیست الا در نقش قدم همچون شخصیت های معنوی و در نزدشان، در نزد تعلیم و برنامهشان زانو زدن و از اونا الهام گرفتن و در خط و مشی از اینا یعنی رفتن و پا گذاشتن تا به امو بلندا و تا به امو کمالات عالی معنوی انسان رسیده باشه. باز هم در اخیر یک تکرار احسن اگر بکنیم است که سعادت و خوشبختی ما در گرو سعادت و سلامتی اندیشه و سلامتی اخلاقی و دیگر تمایلات و غرایز معنوی انسان است. و این طبیبان الهی و این انبیای الهی و اولیای برحق از اونا که توانمندی امی سلامتی معنوی را دارن و صلاحیت امی را دارن و برنامه انسانسازی در رأس کارهایشان جا داره دیگه. بناهن بر ماست که امی امانت الهی را که خداوند متعال امر میکنه و این تؤد الامانات الی اهلها، امی امانت معنوی را به اونها سپرده و به حساب یعنی اقتدا در عقب امی شخصیت های معنوی بکنیم تا از دساتیر و الهاماتشان امو سلامت معنوی را نصیب ما شود و زندگی خوشبختی دو جهانی را حاصل کرده باشیم. دوستان عزیز، عالم سپاس از توجهتان. تا برنامه آینده شما را با خداوند متعال میسپارم. خداوند یار و یاور شما. اعلامیه مراکز فرهنگی علامه فیضانی رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. الآیه. ترجمه: هر کسی که عمل بد کرد تاریک می شود نفسش، سپس مغفرت خواست از خداوند،
می آمرزد او را خداوند با همه مهربانی. کمپاین سرتاسری التجا به درگاه خداوند و استغفار سراسری جمعی در افغانستان و خارج از میهن عزیز برا افتاده است. این فراخوان بدون تمایز موقفها و تفکیک همه هموطنان عزیز را به سوی استغفار جمعی دعوت می نماید. ما باورمندیم که اگر انسانها از خطاها و عصیانها پرهیز نموده و از ضرر رسانی به دیگران دوری و اجتناب ورزند، به یقین که خداوند تبارک و تعالی بر آن قوم و ملت رحمت عظیم خویش را نازل فرموده و روزگارشان را به سوی خوشبختی و موفقیت در دنیا و آخرت تغییر می دهد. بیایید با رجوع به استغفار و طلب رحمت الهی در سرنوشت خویش تغییرات مثبت ایجاد نماییم. و السلام مع الاکرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. زما د ایمان او د عقیدې ورونو، الله رب العزت خپل خوب قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې د استغفار په مورد چې استغفار څومره فضیلت لري او خپل بندگانو ته د استغفار لارښوونه کوي. الله فرمایي چې ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه، څوک چې ظلم کوي په خپل نفس باندې، یعنی د ګناه مرتکب ګرځي، ګناه کوي، د هغې نه ګناه صادریږي، ثم یستغفر الله، بیا د الله نه مغفرت غواړي، یجد الله غفور رحیم، تاسو به بیا موندي الله تعالی ډیر بخښونکی او مهربان ذات. په دې مورد حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والله انی لاستغفر الله، والله انی لاستغفر الله، قسم په الله خوري، خدای مې دی وایي قسم مې چې زه د الله په دربار کې توبه وباسم فی اليوم اکثر من 70 مره، روزانه د الله په دربار کې زه 80 ځلو نه زیات د الله تعالی په دربار کې توبه وباسم، استغفار وایم، طلب د مغفرت غواړم. نو مسلمانانو ورونو ګوري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې یو شخصیت و چې د هغې مخکې او وروسته ګناهونه ټول معاف و، او پیغمبران خو ګناه نه کوله، نه مخکې د نبوت نه نه بعد د نبوت نه. نو پیغمبر خو جنتي ده، الله په قرآن کې ورته فرمایي چې تاسو د قیامت په ورځ کې خپل د امت شفیع امي او تاسو بهشتیان جنتیان هستئ. نو پیغمبر ولې د خدای په دربار کې د استغفار طلب کوي؟ هدف دا ده چې خپل امت ته درس ورکړي، خپل امت ته درس ورکړي چې زما امتیانو دا زه چې د 80 ځلو نه زیات د الله په دربار کې استغفار وایم، نو تاسو په طریقه اوله ووایئ که نه، د خدای نه مغفرت وغواړئ، د ګناهونو نه مغفرت وغواړئ. انسان دا مقصر دا ګناه صادریږي وشکه ناروا وشکه صادریږي، خو الله ډیر غفور او رحیم ذات ده. الله فرمایي چې لا تقنطوا من رحمت الله، د الله په دربار نه مه امیده کیږي. الله وایي چې زه ډیر بخښونکی او مهربان ذات یم. نو تاسو د الله په دربار کې وایي توبه وباسئ، مغفرت وغواړئ د الله نه د خپلو ګناهونو. که چیرې موږ او تاسو د خپلو ګناهونو نه مغفرت غوښتی وای، نو الله تعالی نن سبا د موږ دولت، د موږ ټولنه، د افغانستان وګړي دومره بخوار او ذلیل نه وو، ځکه موږ ناروا عملونه دي، خدای ته تائب نه وو، خدای ته د الله په دربار کې استغفار نه کوو، د الله نه د مغفرت د ګناهونو مغفرت نه غواړو. نو ځکه حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نوح علیه السلام قصه بیانوي. نوح علیه السلام ته الله تعالی ارشاد کوي چې خپل قوم ته ووایه، ګورې د استغفار څومره فضیلت ده، د استغفار څومره اړین ده په دې وخت کې دا ټولنې ته، مسلمانان او بل خصوص د افغانستان مسلمانانو ته چې څومره بعد د الله تعالی په دربار کې موږ تائب شو او الله نه مغفرت وغواړو چې خدای ګناه مې کړی، ما نه غلا شوی، ما نه رشوت
اخر رشوت می اخیسته، زنا می کړی، لیواتات، قتل، هر ګناه دی چې کړي نو الله ته مراجعه خدای بد می کړی. الله وی لا تقنطوا من رحمت الله، زما دی رحمت نه مه ناامیده کیږي. څومره ګناه دی چې کړي نو الله ته مراجعه وکړه، مغفرت وغواړه، الله تعالی ته بخي او الله تعالی بخونکی ذات ده. نو نوح علیه السلام ته الله تعالی خطاب کوي چې خپل قوم ته ورسوه، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. تاسو د خپل ناروا عمل نه چې 9.5 کاله نوح علیه السلام خپل امت ته دعوت وکړه اما قبول نه کړ، ایمان یې پرې رانوړ. مفسرین لیکي چې 2 یا 3 یا 4 کسان دومره په ایمان راوړو، نور دا ټول قوم چې شپه ورځ دا په تبلیغ او په دعوت کې لګیاو، لکن د نوح علیه السلام دا دعوت او تبلیغ په خپل قوم باندې هیڅ تاثیر ونه کړ. نوح علیه السلام خپل قوم ته خطاب کوي چې زما قومه فقلت استغفروا ربکم، تاسو خپل الله نه مغفرت وغواړئ. دا څومره ناروا چې کړي دي زما په مقابل کې، د الله د قانون په مقابل کې، نو تاسو د الله نه مغفرت وغواړئ. انه کان غفارا، الله تعالی بخونکی ذات ده، الله تعالی مهربان ذات. نو هر هغه څوک چې د خپل ناروا کړي نه الله سره مراجعه کوي، توبه وباسي، د مغفرت غواړي، الله تعالی وایي چې انه کان غفارا، زه بخونکی یم. زما د ایمان او د عقیدې ورونو مسلمانانو که چیرې غواړئ چې الله په تاسو رحم وکړي او بیا د افغانستان په دې ځورېدلي او کړېدلي ولس باندې رحم وکړي، نو الله لپاره مراجعه وکړي، د خدای ته مراجعه وکړي، طلب د مغفرت وغواړئ، استغفار ډېر ووایي، استغفر الله الذي من كل ذنب واتوب الیه. ناروا مه کوئ، خدای ته ګورئ. دا عذاب ګورئ را روان ده، ټول دنیا یې راون غاړله، اما موږ افغانان هر وخت په هر وخت کې پر رسنۍ کې ګورو پلانکی وزیر دومره غلا وکړه، پلانکی رئیس دومره غلا وکړه، پلانکی ځای کې دومره غلا وکړه، پلانکی ځای کې دومره غلا وکړه. د خدای په خاطر په یو وزارت صحت عامه کې چې موږ یې اورو 15,000 یو چپرکټ هغه په 2,000 افغاني قیمت یې لیکي. د خدای په خاطر په دې ملک باندې به الله سره رحم وکړي. کله چې ته خپل ارتباط د الله سره تأمین کړي، الله په تا رحم کوي. دا سیم کارت وګورئ په ټلیفون کې دومره کې وړوکی سیم کارت ده، ټول دنیا سره خبرې کولی شي، ټول دنیا سره، ځکه هغه قمر مصنوعي سره ارتباط لري او ټول دنیا سره خبرې کولی شي. الله د انسان په بدن کې یو ورکی سیم کارت پیدا کړی چې عبارت د زړه نه ده. دغه سیم کارت د خدای سره تأمین که، ارتباط یې تأمین که، د خدای نه عفو وغواړه، بخښنه وغواړه. او بالاخص د علماو نه خواهش کوم چې د فیضاني صاحب قانوني او فرهنګي بنیاد سره همکار شي او دغه پیام ټول ملت ته ورسوي. دا د علما وظیفه ده، د استغفار فضیلت ورته وایي چې په دې وخت کې څومره اړین ده ټول ملت ده، ټول مسلمانانو ته چې الله ته مراجعه وکړي، د خدای نه بخښنه وغواړي چې الله تعالی په موږ او تاسو رحم وکړي. که چیرې موږ او تاسو الله ته مراجعه ونه کړو او صادقانه توبه ونه کړو، مغفرت ونه غواړو د خپل هغه ناروا کړنو نه، نو دا په ایمان درته وایم چې د الله تعالی یو لوی عظیم عذاب انتظار وباسئ. هغه به عذاب وي چې بیا به افغانستان باندې بیا به دا ټول ملک دړې وړي. نو خدای ته مراجعه وکړئ. آخر کې دوستانو د علامه فیضاني فرهنګي ټولنې نه نړۍ مننه چې دغه برنامه موږ ته جوړ کړه او دا زمینه یې موږ ته مساعد کړه چې د شریعت د نګاه نه د استغفار فضیلت تاسو ته ورسو. او زما غوښتنه هم دا ده د ټولو علماو نه چې دوی سره همکار شي او لاس په لاس ورکړي چې دغه فضیلت ټولو دنیاوالو ته، مسلمانانو ته ورسوي، چې الله ته مراجعه وکړي چې خدای تعالی زموږ او تاسو په دغه حالت باندې رحم وکړي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على خیر خلق الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، برادران و خواهران مسلمان و تمام بینندگان معزز و گرامی، خوشحال هستم که امروز لحظاتی از وقت گرانبهای شما را به خاطر گوش دادن به چند نکته به معطوف می سازم
و سخنانی را که میخواهم حضورتان و خدمتتان تقدیم کنم و در ارتباط اهمیت استغفار جمعی و رجوع و انابت و توبه صادقانه هست که این انابت و استغفار و این توبه و رجوع به طرف الله در زندگی فردی و اجتماعی ما و شما چی نقش داره و در ارتباط سعادت و نیکبختی ما چی نقش داره. میخواهم خدمتتان نکاتی را به عرض برسانم. البته پیش از این ما از کانون فرهنگی علامه فیضانی و از استاد معتصم بالله مذهبی گردانندگان این برنامه قلبا تشکری میکنم که با وسیله این برنامه مردم متوجه حقیقت میسازند که یگانه راه سعادت و نیکبختی ما و شما و همه مسلمان ها فقط و فقط در رجوع به طرف الله متعال و به طرف کتاب الله و به خاطر و به طرف ارشادات و راهنمودهای پیامبر بزرگ اسلام است. در ارتباط اهمیت توبه و استغفار ما چند نکته از لابلای آیات قرآنی میخوام خدمتتان به عرض برسانم. هود علیه السلام برای قومش میگه که وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، شما از پروردگارتان مغفرت بجویید، توبه بکنید. یمتعکم متاعا حسنا، الله متعال برای شما بهره نیک عطا میکنه. متاع نیک امروز با تاسف ما از زندگی خود به اصطلاح راضی نیستیم. هر کسی که پرسان میکنی راضی نیست، از امنیت شکایت میکنه، از فقر شکایت میکنه، از به اصطلاح ترس و وحشت و خشونت و بیم و از تسلط کفار و ازی از همه. پس فقط راهش اگر ما خواسته باشیم زندگی سعادتمند و از زندگی خود بهره ببریم و نمویی است که قرآن کریم میگه که استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، شما به طرف الله رجوع بکنین و مغفرت طلب بکنین. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تا به یک وقت معین که وقت فرا رسیدن مرگ هست شما یک زندگی خوب می داشته باشین. قرآن کریم میگه که ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن خو برای از این نیامده تا که تو شقی شوی. یا میگه و من اعرض عن ذکر ربی، کسی که از ذکر ما پروردگار ما اعراض بکنه فإن له معیشة ضنکا، برش زندگی تنگ و زندگی در تنگنا به سر میبره. پس دوستا باید ما و شما متوجه این حقیقت باشیم که چی به شکل انفرادی چی به شکل اجتماعی صادقانه و مخلصانه و به شکل درستش به طرف الله رجوع بکنیم، از گناههای خود توبه و تضرع بکنیم، دست خود به اغیار، به بیگانه ها، به روس، امریکا، یهود، نصارا و دیگرها دراز نکنیم. اونمونا عامل همگی مشکلات هستند. اونا نه تنها مشکل ما را برطرف نمی سازند بلکه سبب بحران بیشتر و مشکل بیشتر میشن و امروز در هر جا هر مشکلی دیده میشه پشت سرش حتما یکی از دست هاست که بازی میکنه، دست های نفاق است، دست های دیگه هست. پس دوستا باید ما متوجه این حقیقت باشیم و این پیاما را نادیده نگیریم و یا سطحی از پیشش تیر نشویم. صادقانه و مخلصانه به طرف الله رجوع بکنیم و به توصیه های قرآنی که بار بار قرآن کریم میگه، در جای میگه که ان الله یحب التوابین، الله متعال توابین و توبه کنندگان را دوست داره و کسی را که الله دوست داشته باشه او را خوار نمیکنه، او را ذلیل نمیکنه. پس امروز ما و شما که در یک زندگی به اصطلاح بدی قرار داریم که خودمان از او زندگی من خوش نیستیم، علتش همیست که ما آدرس درست گذاشتیم، آدرس صحیح و آدرس درست که رجوع به طرف قرآن هست ایره ما گذاشتیم و رفتیم به طرف این و آن، اونو در نتیجه از او حیران و سرگردان میگردیم. الله متعال همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه تا مطابق ارشادات الهی به توبه و به استغفار روی بیاریم و صادقانه از الله مغفرت طلب بکنیم تا شود ما از این مشکلات و از این بحران های موجود از این ما بیرون شویم و نجات بیافیم. والله على ما اقول شهید و صلی الله وسلم على خیر خلقه نبینا محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ګرانو هیوادوالو د پاملرنې وړ د علامه فیضاني رحمت الله علیه اصلاحي نهضت
چې د کلونو په اوږدو کې یې د خپلو محض لله خدمتونو او هڅو په ترڅ کې د ټولنې د مادي او معنوي ژوندانه د رغونې او سوکالۍ په موخه زیار ایستلی. له څه مودې راهیسې د اضطراري مرستو د خدمتونو کمیټه د خپلو خلکو د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو لکه طبیعي پیښې او آفات، د کرونا وبا او د ژمي سختې یخنۍ د کمښت او له منځه وړلو لپاره په ګران افغانستان کې په پراخه کچه فعاله کړې ده. ستاسو عزیزانو ملتیا او مرستې په دې خیریه چارو کې چې د بېوزله هیوادوالو د لاسنیوي او سوکالۍ په موخه محض لله ترسره شي، یقینا چې د لوی خدای جل جلاله د خوشحالۍ او ستاسو دوستانو د دنیا او عقبا د خیر سبب به وګرځي. خیر الناس من ينفع الناس. تر ټولو ښه خلک هغه دي چې خیر یې خلکو ته رسیږي. الحدیث. د اړیکو او معلوماتو لپاره په لاندني تلیفوني شمیرو او ایمیل آدرس ارتباط نیولی شئ.